به نظرت گرونترین انرژیزای ایران خوبه یا ارزونترین؟ بریم با هم تستش کنیم. اومدیم باز هایپر استار، جایی که همیشه تمام کالا تمام برندها توشه. اومدیم غرفه هایپا، تمام هایپا توی یه دونه غرفه کامله. لایف هستش، تیرکس هستش، هایپر اچ ها، وان ها، خیلی کلی برندن که ما باید چک کنیم ببینیم ارزون ترین هایپ ایران کدومه و گرون ترین هایپ. بخریم بریم تست کنیم ببینیم کدومشون خفن‌تره. تا الان که چک کردیم خیلی قیمت‌های شبیه به هم، نزدیک به هم میدن. مثلا ارزون ترینا الان 6 تا 30 تومانی دیدیم، ولی ارزون ترین هایپی که تونستم پیدا کنم هایپ ویتامین واندرلایف که ارزون ترین قیمتش 24000 تومانه. ارزون ترین لایف که توی ایران میتونید پیدا کنیم ویتامین واندرلایف. ارزون ترین لایف ایران که پیدا شد 24 تومن ویتامین واندرلایف و که بهترینش و گرونترینش هایپ تی ان تی بی سی ای که خیلی گرونه 50 تومنه. بریم ببینیم که حالا ارزون ترین میبره یا گرونترین. اومدیم برای حساب کردن عوامل پشت صحنه فقط اینجا لوازمایی که گرفته شده چیزی انرژیزا و اینا ارزون ترین رو بریم حساب کنیم. بریم ممنون ارزون ترین رو میریم با هم دیگه حساب کنیم. ویتامین واندرلایف قیمتش بکنم 24000 تومان بود. اگر بارکدش رو بخونه که خدا رو شکر خون این از این برو عادی و گرونترین ماشاءالله خدای ویتامین تی ان تی بی سی ای. بریم با هم بدات نخو ماشاءالله و اینم از این تو حساب کردیم اکارت بابا اینا رو با هم دیگه حساب کردیم. بریم خونه تستش رو بگیریم ببینیم که کدوم خفن‌تر. بدم دستت الان؟ نه ماشاءالله رو آقا خرید انجام شد، فاکتور رو گرفتیم. ارزونترین هایپی که بود ارزونترین هایپی که بودش 24000 تومان بود و گرونترین خیلی دوستم دارم و گرونترین هایپ 50000 تومنه. بریم با همین ایشونی که میخواست بده دستام چیز سرون اگه ندادن دستت بخوری منظورش هایپه. هایپو که میذارم دهنت بخوری. خریدیم هایپا رو اومدیم خونه. این گرونترین انرژیزای ما انرژیزای تی ان تی که 3 تا تم داشت که خیلی ها اومدن اینو برداشتن ما هم گفتیم اینو بردارن و ارزون ترینش هایپ ویتامینه واندرلایف. واندر نه واندرلایف به تو ربطی نداره. خب بریم با هم یه تست کنیم. فقط قبلش توی کامنت ها خیلی گفته بودین که خیلی تنها به درد نمیخوره، تک به درد نمیخوره، دوستاتو بردار بیار. منم همه رو برداشتم آوردم. آقای فیلمبردار پشت دوربین، آقا طاها، علیرضا و نیما با هم دیگه همه با هم دیگه میخوریم و هر کدوم نظر بیشتری داشت که کدوم خفن‌تر بود انتخاب میشه. نه تی ان تی بریم تست کنیم ببینیم کدوم خفن‌تره. همتا به نظر گرونترین انرژیزا یا ارزونترین انرژیزا میبره؟ به نظر من ارزونه. علیرضا نظر دارم. خب بگو دیگه به تو ربطی نداره. علیرضا گرونترین انرژیزا یا ارزونترین انرژیزا؟ به نظرم این سری گرون‌تره. نیما تی ان تی بریم با هم ببینیم کدوم از همه خفن‌تره. خب بریم سراغ ارزونترین انرژیزای ویتامینه و یه اسم کوچیکی هم داره واندرلایف. باز کنیم که باز نمیشه. از عموتاها که تو همه چی قدرت داره این کار دست بچه مسئوله. بده من نیما سوره انصافا سوره. آقا باز کن. واکن یه وایسا. اینجوری من فلج بودم. بچه ها ارزون ترین به درد نمیخوره درش اصلا باز نمیشه. ما میشه بابا بیا. حله باز شد. نوشیدنی ویتامینه واندرلایف. بریم با همه بریزیم تست کنیم ببینیم
کدوم خفن‌تره؟ این چرا رنگش اینقدر فرق داره نسبت به آقا با کم بریزی شبیه قرص جوشانه. چی واقعا شبیه قرص جوشانه؟ نیما هستم پیک اولمه. واقعا فیلم بردار. آقا این رنگش همونطور که می‌بینید نسبت به لایفا و هایپای دیگه خیلی شما رنگو می‌بینی اصلا. این الان داره ضرب می‌بینه، خیلی داره ضرب می‌بینه. این چه رنگی؟ به نظرم عینک رو در بریم داشت برق نگاهمون دوربین رو میگیره ولی بهش رو خوبی در رو بده. عینک. آقا رنگ این خیلی متفاوته نسبت به انرژی‌های دیگه. خدایی با عینک خوش رنگ فرق انرژی‌های دیگه سبز، این زرده. بریم سراغ تستش ببینیم از کدوم خوشمزه تره کدوم بدمزه. اول با ارزون‌ترینش شروع می‌کنیم. بزنیم برداریم آقای این بردار خدا زنده بمونه. چرا مال من همه کمتر؟ آقا دیدی چقدر بیشوره؟ خب آقا سلامتی می‌خواست بگی. اول حاجی بوش شنیده خدا بوش مال من چرا کمه؟ حاجی ولی واسه میگه یه بوی چی بزن بریز رو این تو رو میگیره واسه عمو زیاد برید همین؟ آقا کفتر نمیشه آقا نخورید آقا تسته تسته آقا تست نم. دوستان عزیز سلامتی بگو به سلامتی رفیقیشو وقتی رفیقش خراب میشه تعمیرش میکنه تعویضش بذار زمین بذار زمین خیلی سنگین بود نمیخورم. آقا اینجا خب بزنیم بریم بخورش. خوردی؟ زنده است بخورید دوستان عزیز خیلی مزه حاجی مزه نداره. آقا من یه چیزی بگم مزه نداره واقعا خیلی بد مزه است اصلا نیست. این احتمالا نصف گوشت جوشان بوده کاملش هم نیست اصلا نیست. اگه نمیخورید بریزید توش بچه واقعا مزه قرص جوشان میده ببین من میخورم بخورش. این آها میخورم. تو هم میخوری؟ خیلی بیمزه است خیلی واقعا مزه نداره چرا میخوای بخوری؟ تست عین خودش. تست. هرچی عین مفت خودش میخوری مزه. این مفته پول ندم بابات نداد؟ نه دمت کرد مزه نداره خیلی مزه شیرینی میده و یه بویی هم میده یه خیلی بوی بدی میده بو آدامس میده زیاد جالب برای نیست. من بیبو و بیمزه است میخوری میشه جان جان بادم جون ای وای خدا بسته. همون چی شما. دیگه اصلا مزه قرصه هم پس جی خدایی خیلی بیمزه بود اصلا هیچ مزه ای نداشت ولی خدایی گلو رو نمیزد آره واقعا اشو خوردی پسر؟ مزه رو برداری آقا بریم سراغ گرونترین انرژیزا ببینیم چیکار میکنه گرونترین انرژیزا از اون ترین که خیلی بیمزه بود نظر واقعا مزه قرص جوشان میداد اولش ولی بعد چند ثانیه کلا یه مزه قرصه هم نمیداد واقعا من اصلا خودم دوست نداشتم علیرضا چرا تا تهش خورده اگه دوست نداری؟ راست میگی. سوال تست یه ضربه است بابا مفته دیگه آبروشو نبری بابا من پول دادم چیز تو. ندادی که پول دادی. تو خوشم نمیاد. خب منم واقعا نظر نظر اون نمیپرسی آقا بریم سراغ گرونترین انرژیزای TNT بیا یه دقیقه نزدیک فقط صدا رو بگی بیا برخی. آخ صدا نده بخندی بچه ها دستم نمیره بده من. گوش کن ساتیسفای خفه شو آقا بریم اینو تست کنیم آره همه یه ذره نه این چرا سفیده؟ چرا جلو منه؟ چرا کف داره؟ کف عادیه. آخه قلیزه آقا این سفیده مزه رو بگی
آقا بیا بدم دستت ما. چیو؟ نظر اگه میخوای بدم دستت. داداش ما نه. لیوان شما کافتان تیم ما. دوستان عزیز بو تا الان میفهمید آره اون نارگیل میده لامصب. بچه‌ها خیلی دوشگوه. بو وایسا نخورینو آره من کو حالا تو اینه یار. گذاشتم همون ولش کن برو دوستان عزیز مزگفا به اول دومیش آقا باید خوردین؟ بابا اینا رو مگه نمیشناسی فقط خوردی؟ مزه خوره. من نخوردم بیا من تو با هم آقا برو بریم 3 2 1 بگو سلامتی زنجیر شرخ ماشین چرا؟ چون به شما ربطی نداره واسه سلام اینکه چه اوه ادامه داره بس سره بدن نخور بازم به تو ربطی نداره دست بزن. بازم دست بزن توی برق و بادو هیچ کس دست آهنگی نزن. هستن ساب چه اینجا هستن ولی چی؟ آفتاب بهشون میخوره ولی هیچ وقت از هم جدا نمیشه آقا بسته بخور با نخور آها بیا بردار آقا بریم آقا یک بوش فوق العاده است موز میده رنگش هم رنگش هم فقط یه ذره عجیب غریبه بیا نزدیک بگی سفیده یه ذره هر سفیدی که اونی بعد سفیدی شبیه اونه نه آخه غلیظ نی شلا فکر کنم آب قاطیشه نه 10 دقیقه گذشته من بخوریم راست میگه اینم میخورن بیا آقا بیا مال تو رو من میدم آقا بابا همه بزنی همه بزنیم شما نه، مزگفا نه، به آقا تن دیوانا نمی‌کنی. رو من فکر کنم اونو میگیم بزنیم آقا من دور داداشم نیما اصلا کلا نیما فقط اومده بخوره بریم نمودست وایسی سر هر خوردم باید بگیری حاجی اه میدونیم واسه همونه من نمیکنم حاجی قبلیه رو جدی هستم آقا یه دقیقه وایسین شما خب بخور تو نه تو بخور من ببینم بخور، لبه چه شکلی من میشه. خوردم آقا من دوستش داشتم باشه داداش یه دقیقه مزه نخور تو هم نخور نمیتونم مرچ که مزه خوب بخور خودت بخور من خوردم چه؟ همین تو زیاده سر جاش هم. اسمی چیه؟ با گوش نه واقعا جالبش اینه اول بو نارگیل داد ولی وقتی خوردی بود کارامل و دقیقا آفرین کارامل میده خب خوشمزه است دیگه. باز من حرف زدم شما نظر خب نظر بدید نمیخوام ناراحت نشید نه. جدی گفتم آقا بگو نظر به نظر من از همون اول همون خودت هستی؟ نه خودش همش چیه؟ جلو دوربین میگم راحت آقا این بوی کامل بوده اینو راست میگه وقتی که ریختیم بو نارگیل داد بابا آروم به درد نخور. همش به خودتون این به درد میاد، دیوان ایشون وقتی میخوریش آقا وقتی که شما انرژیزای TNT رو میریزین تو لیوان بوی نارگیل میده بعد که میاری بالا میری بو کارامل میده بعد میخوری بوی چی میده؟ اون وایتکس وایتکس میده. آفرین نه بوی چی میده قبل وایتکس؟ بوی نمیده بدم مخوری بوشو بفهم نه TNT رو میریزی نارگیله بعد بو میکنی یوهو میزنی تو صورتت اسکلی بو کارامل میده بعد میخوری منظور موز میده مزه شکر میشه چرا به همه ما گفتی تا تب خودت نمیخوریش بخورش یه دقیقه بیا توشو بگیر توشو بگیر الان کجاشه؟ یه دقیقه رنگ ببین این نقطه رو میبینی سفیدی داره یه چیزی داره میچرخه او می‌بینی؟ ذاته نمیدونم واقعا شرکت شاید مدیریت کاری کردش اصلا همینجوری همه میشناسن یه چرا شاخ میذاری داشت یه همچین گاوه بخوام لطف دارم بچه ها به من خواستم اینو بگیر بعد تازه ایشون رفته چی برداشت؟ انصافه
داشته، خانواده شد. دقیقا خانواده بزرگا. اون بزرگ بود؟ یه بار دیگه نشون بده. بعد همونه من جلو ماشین برگشتم گفتم همشو نگفتیم چه چیزی نیست. گفت یا نگفت. خود آقای فیلم بردار چی برداشتی؟ سنی چیپس، خب سس چدار، گودا بود. چدار با گودا بود. فرق داره چدار با گودا. من زر زدم. تو اطلاعات چدار به بود درد نخور. بونجور. و چه درد می‌کنه؟ اینم گرفت. بعد تازه اومده آقا میگه ما کی کار کرد. آقا گوش کن. بدونم ابو که طاها 1000 من مزه کرد. ابو طاها جامعه داره. این چه مزه‌ای بود؟ همونجوری که بهتون کارامل. گفتم و کارامل بعد خوردنش قبل خوردن نارگیلیه خب ولی وقتی که میخوریم از کارامل او تو خوردی اکلیلی شد صدایی داره صدا خوبه قیمت چند؟ علاقه برو پول یا نه؟ نه انصافا خودم تو خودم دارم دیگه واسه چی پول بدم اینو بخرم انصافا نیه من خودم میخوام از بین این دوتا رأی بدم. اول از همون تا کدوم واقعا از اولم ارزون‌تره. درست هرچی ارزون‌تره بهتر به جز اونی که مثل ویدیو سری پیشش. دقیقاً چیپس هم گرفت. حتی ستاری؟ نه اون نه خلیل آبادی اون مریض میشی. خلیل آبادی رو ستاری هم همینطور. ای بابا دوستان عزیز علیرضا تو قیمت چنده؟ خریدنی نی بردنی. دوستان عزیز من خودم از بین این دوتا بخوام رأی بدم خوشم اومد این TNT رو از انتخاب همون می‌کنم. اولش هم یهی بود از بین تمام جفتشون به نظر من بی‌مزه است ولی مشکل داری بی‌ناموس ما داریم زحمت میکشیم بی‌مزه ترش اینه این حداقل یه بویی یه طعمی یه چیزی داره رنگش خیلی قشنگه ساخته بهش علیرضا. ویدیو نشون میده این اول چه مزه‌ای بود حال کردی یا نه نه. مزه‌شو یه توضیح بده اصلا مهم. اولش نارگیلی بود میخوان همشون یه نظر بدن. آفرین. درسته؟ شما گفت خود آقای فیلم برداشت بگی خبرمند دادن. وایسا آقا این یا این TNT یا ویتامینه بین بد و بدتر بدم انتخاب کنم یعنی این خوشمزه تر تو اینو رفتم. ترجیح آقا میدم. این خراب نظر واسه آقا نیما قطعا TNT یا واندرلند آقا 2-2 مساوی خب. شد دیگه نه نه. آقای فیلم بردار شما گفت آقای فیلم بردار شروین ناشم انتخاب الان دست توه خوشمزه ترینش کدوم بود 100% اون. کدوم اون همونی که از اون بزنی. ترین آره. اینو بیشتر حال کردی تو داداش اونو خودم میتونم تولید کنم کاری نداره. شروین پسر خالمه دیگه آه ولی نظر من و نیما TNT بود اصلا و اصلا مهم نیست نظر بچه ها همه ارزون ترین انرژی ایران یعنی ویتامین واندرلایف بود پس 3 2 انصاف یک چی؟ هیچی نمیدونم با تو گاو ولی حق و انصاف با این که ارزون بود طعم خودش رو داشت از در فهمیدیم چی خوردیم این سپرایز کردیم این متفاوت. راست میگه این سورپرایز اول همه رنگش هر فرق داره داره بوی اینو میده ها چی میده؟ خیلی ازش زیادش بوده بودم طرفته. آره اینجا گیر کرد آقا این واقعا نیما راست میگه سورپرایزت میکنه میریزی میبینی سفید معامله شدی میریزی میبینی معامله شدی آره بعد یهو میبینی سفیده یه سوال بعد دیگه. بوش چون نارگیله بعد کارامل. نیما حامله شد دیگه الان میگیری اینو باید شرکت گردن بگی شرکت آخه تو الان چیه؟ ریختی نیما خورد من گردن نمی پس چرا خودت تا تنه خوردی؟ دیدی لاشی؟ اگه گردن داشت خوردش. خودشو گردن میگیره. خیلی غریبه ولی تصمیمی که انتخاب شد TNT حذف میشه و باز مثل ویدیوی قبلی ارزون ترین خوراکی انرژیزای ایران ویتامین واندرلایف رنگ سبزش انتخاب میشه به عنوان بهترین خوشمزه ترین و حتی ارزون ترین یعنی شما به جایی که بیای 50 تومن هزینه کنی TNT بگیری
میتونی 24 قبول ندارم. تومن هزینه کنی اینو بگیر. نه. میتونم یه نظر دیگه TNT بدم؟ خوبه آقا. به نظرم اصلا خرج این علکی این 24 تومنه دیگه، رومنش بکن میشه 25 تومن، این چند تا 50 تومن. دو تا این برابر یه دونه اینه. اینو خودتون دارید تولید کنید، خب تولید بریزید مصرف. توی ببرید اینو بدید تمه دیگه کار جمعه. نظریه بسیار مهمه ابوطاها. خب انتخاب شد دیگه، ارزون ترین به عنوان بهترین و خفن ترین. خیلی ممنون. خب این هم بود از این ویدیو، امیدوارم که خوشت اومده باشه. انتخاب شد که دوباره کدوم خفن تره و باز هم ارزون ترین انتخاب شد و میخوایم بریم سراغ ویدیوهای بعدی. توی کامنت ویدیوهای قبلی گفته بودین که بچه‌ها رو بیان که دوستام آوردم اشغال کنیم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید برام. ویدیو بعدی رو با هم دیگه میگیریم، بچه‌ها باز هم هستن و ازتون میخوام یه دونه کامنت خیلی خفن بنویسید که از بین ما 5 تا آقای فیلمبردار، تاها و خودم کدوم برنامه ششاش جذاب‌تر بود؟ اصلا و علیرضا و نیما کدومتون رو کدومتون رو؟ من همتون رو یعنی چی؟ دقیقه اشتباه شد، اشتباه لفظی بود. کدوممونو داری حق انتقام میدی به دیگران. الان میریم بیرون همه. آره بازم اشتباه شد. دوست دارید اگه دوست دارید بذارید سابسکرایب کنید، کامنت بذارید زیر پست. آقا لایک کنید، کامنت بذارید و اینو واقعا بدون شوخی بگید که با کدوممون بیشتر حال کردیم و خوراکی بعدی چی باشه. تا هفته بعدی میبینمتون. فعلا خدافظ. از اینکه به همین دارم ولی الان ارزون ارزون تو ربطی نداره بازم بگم تا اینجا که چک کردیم ارزون ترین لایف ایران ویتامین واندر لایفه و گرون ترین لایفی که چرا میگم لایف ارزون ترین لایف ایران لایف نه لایف اگر تا به نظر TNT میبره گرون ترین انرژیزا یا ارزون ترین؟ از اونجایی که تو ضربه زدی ارزون برداشتی من میگم علیرضا ارزون ترین یا گرون ترین؟ به نظرم ابوطاها به نظر TNT میبره گرون ترین انرژیزا یا ارزون ترین انرژی؟ هیچ بودون فقط خودت. ابوطاها به نظر گرون ترین انرژیزا یا ارزون ترین انرژیزا میبره؟ به نظر من ارزونه میبرم. علیرضا ادامه بده. نه آقا اینو که شما میریزین بو نارگیل درسته. من یادمون میفته